من کتابی که کشور من و تمام ریشه های باورهای منو داره نابود میکنه من سوزوندم و تا عمر دارم میسوزونمش. توی آمریکایی خفه شو بشی سر جات. اگر میتونستی بهتر کار میکردی. کارترت نمیومد این حکومت بیاره رو کار. حالا برای ما آزادی خواه شدیم برای کشور ما. چرا موقعی که آدم ها تو ایران ریختن بیرون 1 سال پیش خفه شده بودیم؟ حالا در آمریکا، در دنیای دموکراسی، ما به همه دین ها اعتقاد میذاریم. زرش به همه دین ها اعتقاد میذاری؟ من نفهمیدم پس حقوق بشر چی شد؟ اگر باورهای یک عده ضد حقوق بشر باشه چیکار میکنی؟ باور دینی من اینه که آدم ها رو در خیابون سر ببرم. آیا فردا توی آمریکایی که نشین اینجا، خانم آمریکایی که آقای احمدیان آوردیش، بهش بگو اگه سر تو روی من ببرم به خاطر باورهای دینی، آیا تو احترام میذاری به این باورهای دینی؟ باورهای اسلامی سر بچه ها رو داره به بار داد میده، به بالای دار میکشه، داره میکشه، داره تجاوز میکنه. حالا آمریکایی نشسته تو خونهش، سیاست های نفتی و پولداراشون نشسته اینجا، ما به کتابهاشون احترام باید بذاریم. تو گوه میخوری میخواد به کتابهای اسلامی که داره آدمای ما رو تو ایران میکشه احترام میذاری؟ اسلام مال ما نیست. آها، برای آمریکایی آزادیه، ولی ما این که اومدیم اینجا سیزن شده 34 ساله، ولی چون از ریشمونه ما آزادی نداریم. ولی اسلامیایی که تو ایران به هیچ عنوان این جمهوری اسلامی ربطی به شما نداره، در این کشور تکس نداره، در این کشور زندگی نکرده، اونا حق دارن بیان سر بچه ها رو ببرن. اما من اگه بر علیه اون بیام بلندشم و مبارزه کنم، شماهای بیشرف های آمریکایی بلند نمیشین به جنگی؟ گفتین مردم بلندشن، بلند شدن. چه گویی خود رئیس جمهورتون؟ ما نمیدونیم حالا چی کار داریم میکنیم. تو غلط کردی نمیدونی، پس حقوق بشر تو به چه دردی میخوره؟ میدونم از ایرانیش، از گروه های سیاسی، از گروه های دینی، از آمریکایی، از همه تونم من ناراحت میشیم به درک. تا وقتی که مردم خواهش ازتون میکنم به من گوش بدین، تا وقتی که ما برای ایران بلند نشیم و به این مزخرفات گوش بدین، چه ایرانی چه خارجیش، ما این بدبختی رو خواهیم داشت. ایران ما موقعی آزاد میشه که برای ایرانمون بجنگیم. توف به روی کسانی که بر علیه ایرانیت بلند میشن. حق نداریم به اعتقادات گوه خورده. اعتقاداتش اومده اینجا داره آدم میکشه. 9/11 که زدی همه آدم کش اعتقاداتشون بود. چرا رفتین در رو حمله کردین؟ اعتقاداتشون بود. مگه اعتقاداتش نه بچیش بودون؟ آها، اونجا به ضررتون بود. بعد آگاه بشه هموطنان، حرفای سختیه، به گوشتون میخوره، میترسین، به گوشتون میخوره. میدونم داریم به یک شاهراه جدیدی داریم وارد میشیم، برای اینکه باید بشیم. هر لحظه 12 شب بگذره صدای ما روی ایران و اروپا خواهد بود. از صبح گفتن اگر تا این مدت شب که برنامه ما هست نشه، بلافاصله اگه فردا صبح بلند شیم یا الان شده باشه، من نمیدونم. من نه به شما میگم من عالمم، نه به شما میگم من همه کتابا رو خوندم، نه به شما میگم من راه حل دارم، نه من میگم سیاست مدارم، نه میگم هیچ گوهی هستم اینجا. تنها چیزی که به شما میگم اینه که اگر بترسین و تسلیم بشین، ایرانتون به باد رفته و توف روتون کنه اگه این کارو بکنین. ایران ما به وسیله یک سری آدم وطن پرست 1400 سال به تو رسید که بتونی بگی درود، بتونی بگی من ایرانیم. حالا ما دیگه آقا ما بریم یک کنسرت حال بکنیم، آقا داریم چلو کباب نمیخوریم، من عاشق چلو کبابم، بخوره تو ناقت. چرا اومدی که عاشق چلو کبابی؟ مردی که احمق. مردم دارن تو ایران میمیرن، تو اینجا میخوای ایران نشون بدی میگی من عاشق چلو کبابم؟ مثلا خیلی هنرمندی. اون یکی نشته همش از شاه میگه، حالا فکر خیلی هنرمندی. مملکت داره به باد میره. شما چون نشناستین داره از عقاید شخصیتون تعریف میکنی؟ توف تو روی عقاید شخصی من و هر کسی که
نتونه کمک کنه ایران ما، ایران همه ماها آزاد بشه. دین و سیاست به من اصلا ربطی نداره. آیا حاضرین؟ باید آقا من کاری ندارم و بذارین کنار. شماها این که شفتین من کاری ندارم و بی تفاوت بودین. فردا اگر ایرانی در خیابون میبینی باید بگی درود بر تو، من امید ایرانی هستم. نه سرت بندازی بری یعنی که آقا ما با ایرانی کاری نداری، اینا به این سر ما کلا میذارن. خب تو همی که از همونایی. اگر من بگم ایرانی سر ما کلا میذاره و کی نمیذاره؟ مگه من از جنوب ژاپن اومدم؟ ببخشید تلفن جواب نمیدم، چون اگه جواب بدم ممکنه چیزایی بگم که دوست نداشته باشین. نه دوست دارم تعریف کنین، نه دوست دارم انتقاد بکنین، اصلا دوست ندارم دیگه حرف بزنین. یه ذره جلوه‌بازی داشته باشین، یه ذره از خودتون قدرت نشون بدین. آقا حالا به ما چه ربطی داره؟ خواست تو سرت کنن، همه چی به تو ربط داره. بیچارت کردن، تجاوز کردن، نژادتو بهش کثافت کشیدن. من باید اینو قطعش کنم. هر دفعه من نمیدونم این چطوری میاد، من اسمش اشتباهی گوشم اینو بنزم دور هی نمیذارم. این وطن خدا، ما نباید احساس غربت بکنیم، ما نباید عذر میخوام. من چندی دفعه این اشتباهی گوشم، غلط کردم، دیگه نمیذارم. این روی این وطن خدا، همه جا کشور ماست، همه جا آره اروا عمتون، همه دنیا مال ماست. بعد از 34 سال اینجا میگه کجایی هستی؟ چی؟ روی این زمین خدا غربت مال ماست. ولمون کنین عزیز من. ما ایرانی هستیم، باید ایران رو نجات بدیم، مگه نه هیچ کسی نجات نمیده. منافع نفتیشون سرمایه میخوان بگیریم. قرآن رو از بین بردن، آتیش زدن کار بدیه، اما تمام مسجدها و ساختمان‌های عراق و افغانستان رو زیر بمب میذارین اوکی ها؟ بله. لب بوم ما